بی ادبترین جامعه که بگردین جامعه افغانی است. این واقعیت هاست که براتون میگم. تو فکر نکنی که ما همه چیز داریم. نه بیاین این واقعیت هم یک بار ببینین، قوارایتان صحیح بشناسین، برین در دنیای دیگر را بگردین که پشت دخترها کس چقشق کدرایی است. نمیگردی کار دیگه نمیکنم، با حواس که همه چیز شاید مساعد باشد، ولی باور بکنی نیست. شما در افغانستان میبینین یک زن مسلمان یک جای استاد باشد، چقدر چشم برش متوجه است، چقدر موتر برش متوجه، چقدر چشت و پشت میشود. اگر کسی ادب داشته با چنین کار میکند، نه. پس از این معلوم میشه که ما زیربناهای ادبی ما بسیار ضعیف است. یک بار در موتر بشینین، تا دی افغانان که میرین دو زدن و چتیات گفتن و غلط گفتن که در موتر میبینی، باز ملت خودم مشناسی که در کجا هستی. یگان بار که در یک مجلس میشینین با طریق ششتن یک بار سعی میکنین یکیشی را خودم اندازه، دیگه چطور خودم اندازه و چی چتیاتی نیست که از زبانانو برد. بعد از او بودن که اینی نمونه است، اینی ملتت است. نمونهت یک بار ببین. و طور مثال یک موتر که یک موتر دیگر تکر میکند، چی فکر میکنه؟ کسی بزرگ تکر میکند؟ نه، هیچ کس نمیخواه موترش خراب شود. خب میشود. شما میفهمین چی میشود؟ اول خلط شروع میشود، دو زدن، چتیات گفتن، نمیشه میکرد؟ کل کار میشود. این در حقیقت نشان چی میدهد؟ که ما سخت بی ادب مردم هستیم. اگر ما ادب میداشتیم خیلی کار نمیکردیم. یک بار شما ببینین با دفترها داخل شوین، یک کارتان پیش بکنین که شما چی رقم برخورد میشود؟ رئیس صاحب، مدیر صاحب، فلانه صاحب، دستانه صاحب، که تو چی رقم برخورد میکنه؟ دلت از زندگی سیاه شود. که تو پلیس برابر شوی ایران دانی که چی رقم ملت هست. و روز گذشته یک نفر قصه کرد بسیار جالب بود برام، که موتر مکت یک موتر دیگه خورد. بعد برش گفتم که من معذرت میخوایم، امی این کارت بگی در فلانه جای یک دانه ورکشاپ است، این را برش بده، من برش تلفن میکنم موتر را جور میکنه. که نفر گفت خوب است. کارت گرفت که میره ودم اون طرف. گفت پلیس برش گفت که یک بار چتی دو زد. گفت خیلی دیگه چی هسته؟ ما چی هستیم؟ یعنی پیسه ما را بده دیگه. موتر تکر کرده، پلیس میگه پیسه بده. از برای خدا به عوض که پلیس جدایش بگم پیسه بده. عجیب حالتی است. کانتینرها را سر سرک وار داشتن، بیچاره آقا دیگه انداختن پشت مسجد. به هر پلیس 3000 افغانی داده هر کانتینر. چرا دادیشم؟ چی بکنم؟ ولی این رقم پلیس بی ادب که ادب ندارد. ما در همچه یک کشور زندگی میکنیم، ادب ختم است، احترام ختم است. بار میشه یک کارت که خواسته باشی قانونی حل شود استغفار میکشی. شب یکی از برادرای تجار پیشم گپ میزد، برام گفتم ببینین از خدا بترسین. اما تو برش گفتم وقتی که پول مالت داخل افغانستان میکنی گمرک بپرداز، زیرا شما گمرکات نمیپردازین و اقتصاد افغانستان سقوط کرده. ما را محتاج به این کسی وا کردین، به انسانای خائن، ما را نوکر برای استعمار ساختین، ما را وادار کردین که یه معامله ننگین را امضا بکنیم. اگه امریکا نباشه مردم چی میشه؟ نان نداره. بخاطری که تجار حق خودم میگن نمیپردازن، غلطی میکنن. این برنامه که مولوی صاحب قار نشو، والله ما مو پولی که باید بپردازم او را میپردازم.
رشوت که ما میتیم خب باید قانونشی باشه که 100 روپیه باید تحویل بکنم، وقتی که من رشوت بتم باید 50 روپیه تحویل بکنم. همینطور گپ باید باشه. در حالی که ما از یک کانتینر 6000 دلار تحویل میکنیم، 60000 افغانیش به اکانت دولت میرود، دیگه کل پول در اکانت ای خائنین میرود. هم 6000 دلار دادم و هم در کل راه به حیث دروغگوی خائن دزد معرفی استم. در هر جای برم ششته، ای جنایی ششته، اوجا افراد وزارت مالیه ششته و اینا کلگی ما را میگیرد، باز 1000 2000 دلار دیگر را در دانش میپرده که مال ما را بده. و اگر بالفرض گیر ما میکند، یک بار که داخل ما را میکند در امی گمرکات، در 1 ماه بیرون نمبرایم، در 1 ماه بیرون نمبرایم، با هزارها دلار دیگر ما باید رشوت بتیم که از اوجا خلاص شد.